حملات تروریستی ریگی و گروهش از سال 1384 شروع شد فرماندهی عبدالمالک و تا سال 1389 ادامه داشت. حملاتی که بیش از 700 کشته و زخمی بر جا گذاشت. زمانی که ریگی و گروهکش به پایان رسیدند، گروهک دیگری موسوم به جیش العدل برای عملیات‌های تروریستی و کشتار شهروندان ایران پیشقدم شدند. حملات تروریستی آنها از سال 1391 آغاز شد. مذاکرات مستمر میان ایران و پاکستان در حال انجام بود. تهران از اسلام آباد می‌خواست برای مبارزه با تروریست‌ها اقدامی عملی انجام دهد و پاکستان نیز همواره قول همکاری میداد. حملات گروهک موسوم به جیش العدل اما همچنان ادامه داشت. آنها در آخرین اقداماتشان در سال 1402 30 اردیبهشت با حمله به پاسگاه مرزی در سراوان 5 مرزبان ایرانی را شهید و 2 نفر دیگر را زخمی کردند. حمله تروریستی بعدی 17 تیر بود به کلانتری 16 زاهدان با 5 شهید و 3 مجروح. و در آخرین اقدام این تروریست‌ها با حمله به مقر فراجا در راسک 11 نفر را شهید و 7 نفر را مجروح کردند. در این شرایط نیروی زمینی سپاه هم مقرهای آنها را در ایران پاکسازی می‌کرد. اما آن سوی مرز دیگر در اختیار ایران نبود. طبق اطلاعات مقر اکثر این تروریست‌ها در پاکستان است و ادامه حملات تروریستی این گروه در ایران نشان می‌داد اقدامات پاکستان در مبارزه با آنها کافی نبوده. ایران در این شرایط و با ادامه حملات تروریستی برای جلوگیری از حملات بعدی این گروه مبارزه با آنها را آغاز کرد. این تصاویر پهپاد شناسایی نیروی زمینی سپاه است. از مهمترین مقر جیش العدل در منطقه کوه سبز در نزدیکی‌های مرز پاکستان، مکانی که در محاصره کوه‌هاست و دسترسی زمینی به آن دشوار است. جایی که طراحی عملیات‌های خارجی، سازماندهی تروریست‌ها و تجهیز آنها به انواعی از بمب‌ها و اسلحه‌ها در این مقر انجام می‌شود. چشم‌اندازهای دیده‌بانی به همراه افراد مسلح در تصاویر دیده می‌شوند. اینجا هم میدان تیر است، محلی برای آموزش و افزایش دقت تیراندازی برای عملیات‌های تروریستی در ایران. مقری که عمری 20 ساله دارد و قبل از جیش العدل محلی بوده برای آموزش و اختفای تروریست‌های دیگر گروه‌ها. آنها 2 دهه در این مقر فعالیت می‌کردند و پاکستان هیچگاه برای پاکسازی این مقر اقدامی نکرده. اما در روزی که نزدیک به 60 تروریست جدید برای سازماندهی با هدف انجام یک عملیات تروریستی بزرگ در ایران وارد این مقر شدند، عملیات اصلی ایران آغاز شد. این تصویری از محل جلسات این گروه است که در مرحله اول هدف قرار گرفته. پس از آن و با غروب آفتاب نقاط بعدی این مقر و دیگر اهداف منهدم شد و پس از آن بود که گروهک موسوم به جیش العدل حمله به مقر خود را تایید کرد. و پاکستان هم اعلام کرد اشرافی بر آن منطقه نداشت. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.